بنده در سال 1324 یا 25 قمری متولد شد در تبریز. اون وقت در قنداق بودم که انقلاب بود و اینها. تبریز رفتیم بردن من ده. بیشتر من رشد اولین بچگیم در ده بود، خوشگناب و حیدر بابا کور. شانسی که من آوردم از در بچگی این بود که الفبار پیش اشخاص با ایمانی دیدم، اهل ایمان بودم. تقریبا 5 سالمو تمام کرده بودم. 6 ساله بودم در منزل خانه عمم ساکن بودیم. خونه عمم یک اتاق مهمانی داشتن که تاقچه داشتن. اون تاقچه 2 کتاب بود با جلدهای مندرس. اینا یکیش قرآن بود، یکیش دیوان حافظ. من 5-6 ساله میرفتم جا بازی میکردم، میومدم عاشق این 2 کتاب بودم، باز میکردم. گاهی قرآن باز میکردم، گاهی دیوان حافظ. مثلا قرآن باز میکردم تاها ما انزلنا علیک القرآن تشقی، آیات خدا، کلمات الهی از بچگی آشنا شد. یا حافظ باز میکردم، در خرابات مغان نور خدا میبینم. از اول مغز من، قلب من با این کلمات موزیکال پر شد، با اینکه معنیشو نمیفهمیدم ولی ناخودآگاه منعکس میشد در روح.